یه مدت بود که رویای شفاف میدیدم و میتونستم توش هر کاری که میخواستم انجام بدم. اوایل فقط تو هوا پرواز میکردم و به جاهای مختلف میرفتم. اما از یه جایی به بعد هرچی جلوتر میرفتم کارام هیجانی تر میشد. با لذت آدمای تو خیابون رو میزدم و از مغازه ها دزدی میکردم، کارهایی که عمرن نمیتونستم تو زندگی واقعی کنم. بعد پلیس رسید و میخواست منو بگیره، ولی تو خوابام شکست ناپذیر بودم و همشونو میزدم و فرار میکردم. یه روز داشتم از سر کار برمیگشتم خونه که دیدم یکی داره از دور به هم زل میزنه. چهرش خیلی آشنا بود. با دقت نگاه کردم ببینم میشناسمش یا نه و اونجا بود که شوکه شدم. همون افسر پلیسی بود که میخواست منو تو خواب دستگیر کنه. قیافش انقدر خاص بود که سریع یادم اومد. چشماش به طرز غیر عادی بزرگ بودن، چونه یه خیلی دراز و تیزی داشت و پوستش هم سرخ بود. اینجا چی کار میکنه؟ یه لحظه فکر کردم دارم خواب میبینم، ولی خب واقعیت داشت. با عصبانیت به هم نزدیک شد و یقمو گرفت و بلندم کرد. داشتم از ترس میمردم. خیلی قوی بود. داد زدم داری چی کار میکنی؟ مردم اومدن و جلوشو گرفتن و منم با عجله فرار کردم. اونم همینجور با خشم به دور شدن من نگاه میکرد. از اون شب به بعد دیگه تو خوابام کار خلافی نکردم چون خیلی میترسیدم. یه مدت همه چی به آرومی گذشت، ولی بعد واسه رفع استرس دوباره اون کارا رو شروع کردم. تو خواب وارد هر خونه‌ای که میخواستم میشدم و جنایت میکردم. اما چند روز بعد وقتی داشتم میرفتم سر کار، یه نفر دستشو گذاشت رو شونم. برگشتم سمتش و دیدم که همون افسر پلیس توی خواب هامه. تنم می‌لرزید. بعد دستشو محکم رو گلوم فشار داد. با گیجی فریاد زدم چرا این کارو با من میکنی؟ به هم نگاهی کرد و جواب داد دیگه دنیای ما رو به هم نریز. مردم رسیدن و ما رو از هم جدا کردم. نفسم بالا نمی اومد. سریع از اونجا فرار کردم. از اون به بعد هر شب تو خوابم ظاهر می شد. واسه همین دیگه اونجا خرابکاری نکردم. یعنی در اصل جرأت نداشتم. از اونجا که تو رویاهام دیگه خلاف نکردم، دیگه همون پلیس رو تو دنیای واقعی ندیدم. خوشحالم، ولی خب هنوز سوالایی تو ذهنم حل نشده مونده بود. یعنی کی بوده؟ واقعا همونی بوده که تو خوابام دیده بودم؟ یعنی از هر جنایتی که تو خوابام کرده بودم خبر داشته؟